تکنیت ماه تولد برای شما عزیزان. نیت کنید این استوری بفرستیم برای 2 نفر. فروردین ماهی دریافت پیشنهاد احساسی خیلی خوب. اردیبهشت ماهی برات یه چیزی پوچ میشه. خرداد ماهی برات رزق و روزی هستش. تیر ماهی دریافت پیشنهاد جدید و بازگشت رو تجربه میکنی. مرداد ماهی خواستگار و اتفاقات مثبت و موفقیت کاری هستش. شهریور ماهی به مراد رسیدن رو دارم میبینم. مهر ماهی از یک استوپ کاری مالی خارج میشی. آبان ماهی میگه پاکسازی کن، فکر پریشون آشفته برات دارم میبینم. آذر ماهی کمک مالی دریافت میکنی. دی ماهی خیلی مراقب باش، مراقب وسایلت، مراقب وسیله نقلیت. بهمن ماهی از یک دودلی خارج میشی. اسفند ماهی برات یک اقدام جدی و به قدرت رسیدن افتاده.